سلام به همه فالوورها و فالوورهای گرامی. در این ویدیو کوتاه میخوام یک بار مرور بکنیم سرمایه گذاری اتوماتیک یا خودکار توسط صرافی کوینکس. و برای این کار اثبات رو باز میکنید و در قسمت استراتژی توی سایتش هم این هست ولی توی اپ iOS این نیست. تو قسمت استراتژی تولز اوتو اینوست رو انتخاب میکنید و میگه که چه ارزی رو میخوای سرمایه گذاری بکنی هر روز یا حالا ماهانه یا هفتگی. مثلا به عنوان مثال من میزنم نات کوین. بعد میگه که سایکل سرمایه گذاری تو بگو ساعت داره، روزانه، هفتگی، 2 هفته و ماه. من میزنم روز و میگه چه ساعتی میخوای سرمایه گذاری انجام بشه. من میگم 0000 یعنی 12 شب و حداقلش هم $1 هست. میگم $1 برای من انجام بده. کرییت رو میزنید و کانفرم رو میزنید و تموم میشه.